هر یکی ما و شما همه روزه کار و فعالیت میکنیم، لیکن بعضی از روزها در گوش ما چی میرسه که فلانی از نزدیک شما از عالم درگذشت، بعدا میاریمشه انا همینجا. وقتی که ما این صحنه را میبینیم، تمام انمو آرزوهای ما، تمام کار و فعالیت ما لحظه از یاد ما میروه. فقط وقتی این صحنه را میبینیم که در یادمان میرسه که چگونه خداوند ما را میبخشیده باشه. نوبتت آید تگی خاکت کنند، اهل و بیت از ذهن خود پاکت کنند. بهر هیچ عمرت خزان کردی کنون، دستی خالی در تی خاکت کنند. و این خاطر که وقت غنیمت بشمارین، عاقبت خاک شود حسن و جمال من و تو. خوب و بد میگذرد در انا همینجا کو، وای به حال من و تو. یا خالق الخلق مالی من الوذ به